با سلام، من شیدا ناصرزاده، مشاور املاک در کمپانی پینکل استیت پراپرتیز در امور خرید و فروش منزل در آمریکا در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. برای خرید و یا فروش منزل خود با من شیدا ناصرزاده با شماره تلفن 818 335 0278 تماس حاصل فرمایید. با سلام، من شیدا ناصرزاده از کمپانی پینکل استیت پراپرتیز مجدداً میام خونه شما و با شما به مدت 1 ساعت، کمتر از 1 ساعت صحبت خواهم کرد. امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید و منتظر روزهای بهتری باشید. سلام کاترین جان. درود بر شما شیدای عزیز و بینندگان محترم، شنوندگان. هفته دوم سال نو هست. ایشالله که تا حالا به همه خوش گذشته، سال نو رو به خوبی و خوشی آغاز کردیم و تا آخرش ادامه خواهیم داد انشالله به امید خدا. کاترین جان، من داشتم می اومدم با ماشین، ترافیک بود و روی ونچورا بولوار. همیشه باید خیلی مواظب باشیم وقتی رانندگی میکنیم. باز دوباره 2 تا تصادف دیدم. آره باید خیلی مواظب بود. روی ونچورا بولوار که میاییم همه عجله دارن، میخوان تون برن سر کار یا منزل. خلاصه باید خیلی مواظب باشیم. بعد جالب داشتم رادیو گوش میکردم، رادیو 670. بعد یه برنامه هست آقای آرمان، برنامه بسیار زیباییه و خیلی من به این برنامه علاقه دارم، همیشه شنونده این برنامه هستم. ببخشید، یکی از سوالاتی که میکردن میگفتن که فرق، اگه گفتید صبح که از خواب بیدار میشین چه میوه‌ای جایگزین کافی میتونه باشه، که جایگزین قهوه میتونه باشه که روزتو، یعنی خستگی رو از بدن بیاره بیرون. منم گوش میدادم به این. البته چقدر جالب. منم گوش میدادم. من ازت بپرسم ولی نشد. گوش میدادم و این کار من 10 سال میکردم. صبح که میرفتم دانشگاه، به جای صبحانه نمیتونستم، وقت نداشتم، یه دونه سیب برمی داشتم میخوردم و شنیده بودم که انرژی میاره. چقدر خوب. به خاطر همین ماشاءالله زیبا و خوش هیکل و چون خیلی مهمه. سیب میوه خیلی خیلی خوبیه و جالب اینجا که میگفتش که سیب برای کسانی که سیگار میکشن تمام بدن رو تمیز میکنه، ریه‌شون رو تمیز میکنه، انرژی میده، دندونا رو تمیز میکنه. Eat an apple a day, keep the doctors away. Exactly. واقعا اگر در روز یک سیب بخوریم دیگه لازم نیست پیش دکتر بریم. درسته؟ کارکاسب یه دکترا رو راکت میکنیم. آره نه، انشالله که همه سلامت باشن. دکترها هم خداوند اینقدر بهشون امکانات بده، روزی بده که نیازی به مریض نداشته باشن. خب کاترین جون، الان ما یواش یواش داریم 2 ماه دیگه داریم برای زمستون. درسته؟ بله. تازه وارد زمستون شدیم. درسته؟ ژانویه، فوریه، مارچ هوا خوب میشه دیگه. مارچ بهاره دیگه. گرچه اینجا همیشه روزها مثل بهار میمونه و الان و بهترین تایم برای خرید خونه. من یک شنبه که داشتم میرفتم اوپن هاوس‌ها رو نگاه میکردم با بایرم، این هفته خونه های بین 1 میلیون تا 2 میلیون نگاه میکردیم. بعد یه سری خونه های اومده توی وستیلز که اینا نیو کانسترکشن هستن، بعد دارن میسازن. یعنی جالبه وقتی که شروع میکنن دارن میسازن، یا حتی منطقه های تارزانا، انسینو یا وودلند هیلز، خیلی خونه های قدیمی رو دارن از نو میسازن و این نشون میده که مارکت خیلی خوبه و ماشاءالله مردم بود که هجوم آورده بودن برای این اوپن هاوس ها. بعد این خونه های جدید جالب، خیلی قشنگ بودن، فلور پلاناشون و بسیار زیبا بودن. البته مدلاشون رو ما دیدیم، ولی چیزی که از خونه های جدید اکثرا اینا به غیر از تکس پراپرتی، تکس ملروز هم شاملش میشه.
که برای که البته بستگی داره، همشون نیستن، ولی بیشتر این نیو کانستراکشن ها این تکس رو به احتمال زیاد باید بدن نیو بایرها، که این وقتی میخوایم برید خونه بخرید، خونه‌های جدید بخرید، حتما بپرسید تکس ملروز که برای ساختن پارک، لایبرری مثلا یا مدرسه، برای یا مثلا همون پارکی که گفتم برای آبادانی اون منطقه جدیدی که دارن درست میکنن، این تکس بله شامل میشه. لازم هم نیست که حتما گیتد کامیونیتی باشه، همینجور که فرمودین به ساختمانسازی های جدید باهاش پارکسازی جدید، نوآوری جدید میارن و اونو چارج میکنن به اون رزیدنشال همون ایریا، که باید حتما بپرسین که به چه صورت خواهد بود. و این یک امیدیه که مارکت ریل استیت خیلی خیلی داره خوب پیش میره و مطمئن باشین پرایس ها باز تابستون میره بالا و الان باز بهره ها خیلی خیلی خوبه، همون 4.25 و almost، و الان بهترین تایمه که عزیزان ما به فکر این باشن که همونطور که گفتیم سیوینگ داشته باشن، کردیتشون خوب باشه، بعد اینکوایری نداشته باشن و حتما با یک ایجنت تماس بگیرن و اول پری اپرووالشون رو بگیرن، اگر کردیتشون پرابلم داره اونو ریپر کنن و بعد شروع کنن وارد مارکت ریل استیت بشن. خب شما خبرهای جدیدی چیزی ندارین این هفته؟ خبر جدید چرا؟ FHA لون تا 4 آپارتمان منزل لون میده به شما، ولی بعد توی یکیش زندگی کنین. 75% درآمدش هم جزء اینکامتون میشه، یعنی 100%ش نیست، 75%. بنابراین که مخصوصا فرست تایم هوم بایرا میتونین تا 4 تا بخرین در آن واحد. آره معمولا تا 650 تا میتونن FHA لون میده. گریت، خیلی هم عالیه. الان خیلی من دارم کلاینت هایی دارم که بهشون خونه فروختم و خونه شونو جوری یعنی اکستند کردن، مثلا اومدن یک گست هاوس درست کردن یا جدا کردن یه قسمت مجزا و رنت دادن. این خیلی خوبه که میتونن پیمنت خونه شونو بدن و فشاری بهشون نیاد تا اینکه خونه شون باز اکویتی بیشتری بیاد روش و بعدنا به موقعش باز ریفایننس کنن. این خیلی مهمه. تکس، دوباره تکس، زمان تکس باید به میشه. فکر تکس به فکر تکس بود. میتونین الان خیلی وقت خوبیه واسه ریفایننس کردن. پسر شیدا جون هست دیوید که واقعا کارش بسیار خوبه، میتونه ریفایننس کنه، میتونه فرست لونتونو اگر فرست لونی دارین بارو کردین اینو با هم میتونه مخلوط کنه بشه یه دونه. حتما زنگ بزنین سوال کنین چون اون دیگه خبره این کار هستش. آره ما فقط کارمون ریل استیت، ما خونه پیدا میکنیم، نگوشیت میکنیم، تمام منطقه ها رو میدونیم مثل کف دستمونه، یعنی میدونیم کدوم خونه تو کدوم خیابون، حتی شرایط همه خونه ها رو میدونیم. مثلا من وقتی میرم خونه نشون میدم قبل از اینکه برم دقیقاً میدونم این خونه به چه صورته، اینقدر که ما میریم خونه نگاه میکنیم، حتی از بیرون خونه رو از بیرون میبینم تشخیص میدم که این خونه‌ایه که باید براش رفت، باید براش فایت کرد. شیدا جون یه آقای زنگ زده بودن میخواستن یه خونه در بیورلی گلن یا وست آف رابرتسون، خونه 3500 اسکوئر فیت ایشون میخواستن و تا $800,000. $800,000؟ بله. حتما منظورشون آپارتمان بوده. بله حتی منطقه. بله آپارتمان میشه گرفت ولی بازم 2 بدروم. بنابراین من میدونم ایشون زنگ میزنن و پیغام میذارن چهارشنبه ها ما سرمون بسیار شلوغ هست به خاطر اینکه از صبح کلاسای متفرقه برمیداریم، بعد از ظهر هم که در خدمت شما هستیم به منزل شما میایم. امروز هم دوباره زنگ زده بودن اگر امشب ما رو میبینن بدونن که من پیغامتون رو میشنوم میگیرم، ولی اون چیزی که شما میخواین فعلا در
منطقه های خوب باید وجود نداره. آره. 3500 اسکوئر فیت گفتن حیات هم اشکال نداشته باشه، نه دیگه قصر باشه، ولی 800. عزیزانی که زنگ میزنن پیام میذارید لطف کنید شماره تلفناتون رو بدین، چون که کاترین جان اون افرادی که شماره تلفن نمیدن و فقط ایمیل میدن they're not serious buyer. خب ایمیل هم ایشون نمیتونم بدم. نه خب so they're not serious buyer، چون که وقتی که یک بایر یا یک خریدار جدی باشه حتما شماره تلفنش رو میده. این بر اساس تجربه‌ای که من دارم. بله. خب ایشون یه مشکلاتی داشتن، گفتن نمیتونم، منم درک میکنم، ولی چون نمیتونم تلفنتون رو جواب بدم مخصوصا چهارشنبه ها در هر صورت پوزش میخوام و به امید این که شما کارتون بهتر بشه بتونین یه تلفن و ایمیلی به ما بدین که ما بتونیم اگر یه همچین چیزی پیدا کردیم براتون بفرستیم. خب حالا عزیزانی هستن که خیلی لطف میکنن، پیام میذارن، شماره تلفن میذارن، خیلی سیریسن و سوال میکنن و اپاینتمنت میذارن. بارها اومدن آفیس ما، لطف کردین، مرسی که حمایت میکنید، مرسی که برنامه‌های ما رو میبینید. ما خیلی خوشحال میشیم که مهم این نیست که خونه بخرید یا نه، همینی که ما بتونیم کاری از دستمون بر بیاد، بتونیم به سوالات شما جواب بدیم، اون خودش با ارزشه. ولی کسایی که تلفن نمیدن این کار ما رو مشکل میکنن. در هر حال عزیزان من تلفناتون رو بذارید اگر جدی هستیم و ما در خدمت شما هستیم. ما به خاطر شما میایم اینجا و کارکنان تلویزیون امید ایران که واقعا زحمت میکشن، لطف میکنن، این ساعت رو در اختیار ما میذارن بدون هیچ چشم داشتی. ما واقعا مثل یک خانواده هستیم، داریم با هم کار میکنیم که بتونیم مفید واقع بشیم برای شما عزیزان. پس بنابراین شما هم موقعیت ما رو درک کنید و خیلی این مسئله جدیه. این بعضی تلفن ها میشه که در مورد ریل استیت صحبت نمی کنن، مسائلای پیش پا افتاده که اون لطف کنید اگر که سوالی غیر از ریل استیت دارین لطف کنید، خیلی ممنون میشم تماس نگیرید. متشکرم، خیلی ممنون. چون که ما کارمون جدیه، ما کارمون بر اساس اینفورمیشنه. ما اینجا میایم وقت میذاریم که بتونیم برای هم مفید واقع بشیم. تلفنایی که در مورد نمیدونم لباست اینجوری، موهات اینجوری، زیبا هستی، اینو نمیخواستم بگم بارها، یا اینکه نمیدونم متأهل هستی نیستی، اینو باید بگم. چون که بعضی موقع میگم که مثلا نباید گفت، این مسائل رو نباید مطرح کرد. چرا؟ باید مطرح کرد. به نظر من ما ایرانی هستیم، ما باید به هم ریسپکت بذاریم، احترام بذاریم. این تلویزیون خانواده است. ما اومدیم اینجا برای کمک شما عزیزان و در نهایت کمک به خودمون. پس باید به هم احترام بذاریم. ما اینجا اومدیم که به هم کمک کنیم. اینجا نه دفتر ازدواج، نه دفتر طلاق، نه دفتر ببخشید شماره تلفن گذاشتنه. اینو من بارها نمیخواستم بگم، ولی اینو میگم برای بعضی از کسانی که موقعیت رو متوجه نمیشن الان متوجه بشن. خیلی ممنون از لطفتون. در هر حال خب بریم یه سری خونه نشون بدیم. نه موافقی تا اینجا؟ یه سوال من میخواستم شیدا جون از شما بکنم که از وقتی که اسکرو بسته میشه بعد چی کار کرد؟ چه اسکرو بسته میشه یا قبلش؟ قبلش. ببینید ما قبلا صحبت کردیم، صحبت‌های زیادی در مورد اینکه یک وقتی اسکرو باز میشه که بایر باید چک رو قبلا، مثلا من یادم سالهای قبل یه دفتری بود توی آفیسمون، اونجا رجیستر میکردیم، چک میدادن. ولی الان خیلی راحت‌تر شده. بایر لازم نیست چک بیاره توی آفیس، حتی لازم نیست چک بده. وقتی که آفر قبول شد چک رو مستقیم میبرن به اون اسکرویی که پر اگریمنت بین فروشنده یا بایر اگریمنت بستن و اگریمنت کردن با هم دیگه، توافق کردن که چه اسکرویی رو انتخاب بکنن و چک رو میبرن میدن به اون اسکرو و حتما باید این چک تو حسابشون حتما باید پول باشه از قبل و معمولا 3% دپازیت هستش. بله.
میذارن و اسکرو رو باز میکنن و از همون لحظه ای که و قبل از باز شدن اسکرو کانتنجنسی ها از زمانی که فروشنده امضا میکنه، آخرین امضای یا کانتر آفر هست که مثلا گفته من این قیمت نه، این قیمت، یا این شرایط نه، این شرایط، یه سری توافقایی که بین بایر و سلر هست، به توافق میرسن و آخرین امضایی که سلر میکنه از اونجا کانتنجنسی شروع میشه. پس بنابراین غیر از ایجنت، خود شما عزیزانم حتما یه دفتر داشته باشین و بنویسین تاریخو. مثلا از همون روز، مثلا اگر از 4 شروع شده تا 17 روز، یا مثلا اگر برای اینسپکشن که مهندس میاد خونه میبینه بعضیا 10 روز میذارن، چون میخوان مطمئن باشن ببینن این خریدار جدیه، میتونه ببنده اسکرو رو، کسای دیگر هم از دست ندن. آره مخصوصا که الان مارکت خیلی دیمند زیاده. بعد ولی شما حواستون باشه بنویسید که مثلا از 4 اگه قبول شده، فروشنده امضا کرده، این خیلی مهمه، از اون لحظه شروع میشه. برید تا 10 روز، اگه 10 روز باشه برای اینسپکشن، اون 10 روز اوور میشه، یعنی میگذره، و اگه بگذره اشکال داره. البته خب فرمای دیگه هم هست بهش میگن که ریموو میکنن کانتنجنسی رو، و تا زمانی که شما ریموو نکنید، امضا نکنید، دپازیتتون جپردایز نمیشه، یعنی تو خطر نمیفته. ولی شما حواستون باشه با ایجنتتون در تماس باشین، بگید که این 10 روز داره میگذره، یعنی 1 روز قبلش یا 2 روز قبلش با ایجنتتون تماس بگیرید که مطمئن. البته خود ایجنت میدونه، واقف بر این شرایط، چون کارشه، کار ماست. من خودم همیشه مینویسم، یادداشت میکنم، حتی برای لون، و 4 روز مونده که کانتنجنسی اوور بشه، یعنی ازش بگذره، تماس میگیرم با لندر، میخوام ببینم واقعا اپرووالش اومده، واقعا لونش اوکی هست، که اگه اوکی نیست اکستنشن بگیرم. یعنی باز دوباره چند روز بخوام اکستند کنم اسکرو رو، که اگر سلر قبول نکرد یا کنسل میکنیم، یا اینکه ما ریموو نمی کنیم کانتنجنسیمون، به خاطر اینکه دپازیتتون رو از دست ندین. اینا خیلی مهمه. بعد میره روی دیسکلوژرها که در فروشنده باید در مورد خونش تمام اینفورمیشنی که در مورد خونش داره، که مثلا خونش در چه منطقه زندگی میکنه. معمولا تو لس آنجلس بیشتر چون هیل هست، درخت زیاده، نمیدونم جنگل زیاده، بعضی منطقه ها هزاردن، یعنی مثلا بعضی موقع آتش سوزی میشه، خطر آتش سوزی، یا بعضی منطقه ها خطر مثلا سیل، طوفان، یا مثلا آب زیاد بیاد، آره، خونه رو ببره، آره، یا اینا هست. تمام اینا باید فروشنده توی اون دیسکلوژر رو بنویسه، یا فرمای زیادی مثل لید بیس هست، نچرال هازارد هست. اینا رو همه یا خودتون یاد بگیرید. اگه یاد بگیرید خودتون میشین یه ایجنت دیگه. این خیلی مهمه که اول خودتون یاد بگیرید. و یا در مورد اینکه خونه مالد نداشته باشه. مالد میدونیم چیه؟ که کپک، یه قارچ سمیه که بر اثر رطوبت به وجود میاد. نم رطوبت به وجود میاد. این خیلی مهمه که برای ریه خیلی خطرناکه. یکی ترمایت، خونه باید ترمایت بشه و اینا. این مسائل رو حتما در نظر بگیرید. و یکی این که قبل از اینکه اسکرو بسته بشه، جز اون کلوزینگ کاست، مسئله تکس خیلی مهمه. لندرهای مخصوصا که الان لونای FHA، لندرها، اکثر لندرها ریکوایر میکنن که از قبل به عنوان رزرو تکس مثلا ممکنه 6 ماه رو از قبل بایر از جلو تکس رو باید بده، یا به صورت ایمپاوند میشه که یعنی با خود پیمنت خونه، مورگیج خونه میاد، که دیگه اینو میذارن که یه موقع بعدن مشکلی پیش نیاد، چون که بالاخره دارن لون میگیرن. خونه معمولا مال بانکه. بعد یواش یواش دیگه
همه چیز آرومتر میشه و به اون چجوری بگم دیگه انشالله اسکورو رو میبندین. از قبل تکس های چند ما رو اینا حساب باید داشته باشن چون اکثر لندرها میخوان، مخصوصا لونای افیچه. بعدش اسکورو هم که بسته شد یه سری مخارج معمولی هست، مثلا رکوردینگ کاست هست، نمیدونم ساب اسکورو هست، خرج اسکورو هست که اکثرا اینا همه استانداردن. از اینکه یه فروشنده خودش اسکورو رو انتخاب میکنه اصلا نگران نباشین. تمام اسکوروها خرجشون معمولا آره بعدن تازه قبل از که اسکورو هم ببندید میتونید چک بکنید. حالا شیدا جون با اسکوروتون البته فروشنده میتونه با خریدار یا ایجنت خریدار صحبت کنه وقتی میان مثلا اوپن هاوس دارن؟ فروشنده باید با ایجنت خودش صحبت بکنه و بایرم باید با ایجنت خودش صحبت بکنه، به خاطر اینکه وقتی که یه فروشنده ایجنت داره اون ایجنت هست که اونو برای طرفش رو بله فایت میکنه و ایجنت بایرم باید بایر خودش رو پروتکت بکنه. بعضی از موقع ها هستش که وقتی همدیگر رو میشناسن یا بعضی موقع ها ممکنه مثلا همدیگر رو ببینن، مثلا موقع اینسپکشن دوتا ایجنت با بایر و سلر همدیگر رو ببینن، ولی سوالای قانونی معمولا سوال با ایجنت خودشون باید. قانونی هم نه چندان. من یکی از مشتریامون که داره خونش رو میفروشه یه خریدار رو از دست داد به دلیل اینکه خریدار رفته خونه و پرسیده شما چند وقت این خونه تو مارکته؟ شما حالا بخوای بگی از فروشنده پرسیده. از فروشنده خیلی پرسیده. کار بدیه اون، خیلی کار و فروشنده هم خب راستش رو گفته، خب دلیلی هم نداره که آدم بخواد دروغ بگه ولی خیلی سوالا هست که آدم جوابشون نده بهتره، چون شما چه درستش رو بگین چه غیر درستش در دو حالت بازنده هستین. مثلا چرا میخواین بری از اینجا؟ خب شاید برای شما اون منطقه خوب نباشه ولی ممکنه ایدئال اون خریدار باشه و شما هرچی بگی اون خریدار میره دوبار فکر میکنه، میگه خب پس اگر این خوشش نیامده برای منم خوب نخواهد بود. به این دلیل خیلی تو امروز صبح کلاسمون این بود که در زیاد صحبت نکنین، چون ممکنه هرچی بگین بر علیه خودتون ساخته بشه و فروشنده یا خریدارتون از دست بدین. اصلا وقتی که یک بایر یک خریدار ایجنت داره، خب ایجنتش تجربه داره، البته میتونه تمام سوالاشو از ایجنتشو بپرسه و ایجنت اشکال نداره از ایجنت فروشنده بپرسه، چون اون حق داره، میخواد خونه بخره میخواد بدونه. خب کنجکاوه اون اشکال نداره، ولی اگه مستقیم خریدار بخواد بره سراغ فروشنده خیلی مخصوصا خیلی از آمریکایی‌ها خیلی حساسن. می‌دونید چرا؟ خیلی. مثلا من بارها شده خونه نشون دادم به بایرم، البته خیلی کم اتفاق افتاده، مثلا تو این دوران ریل استیت که الان حدود 22 ساله دارم کار میکنم 2 بار این اتفاق مثلا افتاده که خریدار من که اینقدر براش وقت گذاشتم تایم گذاشتم رفتیم خونه دیدیم، بعد رفته مستقیم حتی به اون ایجنت هم زنگ نزده، مستقیم به اون فروشنده در زده، بعد فروشنده زنگ زده به من، به ایجنتش گفته عصبانی شده، نه به دلیل اینکه فروشنده گفته که وقتی که بایر تو خریدار تو که تو اینقدر براش وقت میذاری زحمت میکشی به تو احترام نداره و میاد با ما تماس میگیره، ما نمیتونیم روش حساب کنیم موقع ترانزکشن چه بلایی میخواد سر ما بیاره و این نمیشه روش حساب کنه. باور کنید این زرنگی نیست، این اشتباهه، مخصوصا اونایی که خیلی اتیکن، خیلی آنستن. بعضی از یعنی اینجا الان بی آنست باید و اصلا نمیشه آنست آدم و باور کنید فکر نکنید که بخواین برین سراغ فروشنده با شما کوآپریت میکنه، یا اصلا دراپتون میکنه، میگه من اینجوری شده
گفته من وقتی که شما اینقدر باش کار میکنی وقت تو فری گذاشتی، چون که ما از قبل پول نمیگیریم، چارج نمیکنیم، به شما احترام نذاره چطوری ما میتونیم بهش اعتماد کنیم، تراست کنیم؟ پس بنابراین که حرفی که میگه درست باشه. بله یه سری چجوری بگم حالت احترام، اتیکت باید احترام، آره اتیکت، آفرین دنبال این کلمه بودم، باید باشه، چون که فقط خرید خونه نیست، بیزینس نیست، همیشه به این که بخوایم از نظر مادی فکر کنیم که مثلا چند صد دلار به نفعمون میشه، ممکنه به ضررتون چندین برابرش هم بشه. پس بنابراین وقتی که با یه ایجنت کار میکنید، با خود ایجنتتون و با همون ایجنتی هم که انتخاب کردین کار کنیم. نرین میتونین، حق دارین شاپ کنید، حق دارید برید توی کامپیوتر، مخصوصا الان که ماشاءالله همه جا تو همه سایت ها هستش، ببینید. اون خیلی به نفع ماست. هرچی شما این ادوکیت باشید، هرچی شما اینفورمیشن داشته باشید، به نفع ماست. البته شیدا جون، میونه کلمتون چرا میتونین ایجنتتون رو عوض کنین، چون داریم ایجنت خوب، داریم ایجنتی که جواب تلفنتون رو بده، بهتون اهمیت بده، به خواسته هاتون گوش بده، اون چیزی رو که میخواین براتون پیدا کنه. بله. خب اگر شما مثلا تلفن میزنین همش به سکرتر دارین صحبت میکنین، یعنی دیگه میبینین ایجنتی وجود نداره، شما همش دارین اصلا باید فورگت. بنابراین بعضی وقتا هست که بله ایجنتتون رو باید عوض کنین، به خاطر اینکه منزلتون رو میخواین زودتر بفروشین یا زودتر میخواین بخرین، عقب افتاده، ایجنتتون باهاتون تماس نمیگیره، باهاتون اصلا رابطه نداره. اصلا من با ایجنت فروشنده باید اینترویو کنه. چرا بیاد یه کاری فروشنده انجام بده که بعدن خونه‌شو بیاره تو مارکت که ایجنت جواب تلفن نده؟ باید اینترویو خب کرد. بعضیا هستن میان، بعضیا هستن که خب اولش خیلی سراغ مشتریشون رو میگیرن و بعد از یه ماهی دیگه مثلا لوس میره. خب منم باشم دوست دارم ایجنت هم همیشه در اختیارم باشه، مسلمه. زنگ میزنم خب به هم جواب بده، درسته. نه کسی دیگه بیاد پیغام بده. بنابراین خب بله میتونیم عوض کنیم، ولی خب it's nice، خیلی خوبه، خیلی منصفانه است که بگین، دلیلتونم بگین کتایون به دلیل اینکه شما جواب تلفن منو 2 هفته است ندادی، این من درسته با در این شرایط، آره، ولی نه ایجنتی که هر روز داره برای شما تلاش میکنه، کار میکنه. خب. بعد از این لحاظه من دارم میگم. شیدا جون چند تا خونه داشتین شما؟ میخواین نشون بدین؟ بله حتما، چرا که نه. خب بریم یه سری خونه نشون بدیم. تو وودلند هیلز داریم لیستین؟ من این بله من این هفته خیلی خونه های خوبی دیدم. عزیزان ما با ما تماس بگیرن حتما. 818-335-0278 تماس بگیرید، تلفنتون رو بذارید، من و یا کتایین عزیز حتما براتون تمام خونه ها رو یا ایمیل میکنیم یا قرار میزنیم بهتون نشون میدیم. خیلی بهتره که از نزدیک ببینیمتون، هم خوشحال میشیم شما عزیزان رو ببینیم، همینم که میریم خونه ها رو میبینیم و واقعا کار مثبتی انجام میدیم. فقط ایمیل کردن، بعضی از این اشاره خیلی خوبی بود، بعضی از ایجنت ها فقط ایمیل میکنن، وقت نمیذارن برای کلاینتاشون که برن خونه نشون بدن. این خیلی بده. وقت بذارین عزیزان من. اگه فقط بخواین ایمیل کنید که تمام این پراپرتی ها معمولا وقتی تو MLS میره اتوماتیکلی تو سایت های دیگه هم میره. وقت بذارید، برید نشون بدید، اپوینتمنت بذارید، ایریا رو مشخص بکنید با زیپ کد، اپوینتمنت بذارید با ایجنت ها. اونایی که ویکنتن هم باز زنگ بزنید، سوال کنید، ببینید که وجود داره. وقت مشتری خیلی مهمه، چون مشتری هم کار میکنن. درسته وقت ما مهمه، ولی ما پرایوریتیمون کلاینتمونه، اونا هم کار میکنن یا بچه دارن. نریم یه خونه که بعدن بگن سولد. میدونید از قبل تمام اپوینتمنت بذارین، ارگانایز باشیم. بعد و حتما با ایجنتی کار کنید که به شما خونه نشون بده، نه فقط ایمیل کنه. این درست نیست. خب حالا بریم یه سری خونه ببینیم با هم. توی وودلند هیلز گفتی؟ بله. فقط وودلند هیلز؟ خب نه، خب من فقط حالا وودلند هیلز میزنم، بعد جاهای دیگه هر جا بخواین، حتی اورنج کانتی، حتی فلوریدا. عزیزانی که استیت های دیگه دنبال خونه هستن، ما
کمپانیمون قراردادایی داره با کمپانیای دیگه که تماس میگیریم و شما رو وصل میکنیم با استیت های دیگه که بتونید اون خونه مورد علاقتون در هر استیتی که در آمریکا هست برای شما تهیه کنیم. خب دلیلی هم که میگیم ما میتونیم این کارو بکنیم به دلیل شناخته شدن اون ایجنتی که میخوایم بهتون بگیم با اون کار بکنیم. درسته. خب حالا بریم یه سری خونه اینجا ببینیم، خونه هایی که الان اومده توی وودلند هیلز اکتیو هستن. ببینیم اینجا الان 125 تا آپارتمان، تاون هوم و خونه توی وودلند هیلز هستش. 125 تا. خب بله، توی فقط وودلند هیلز آپارتمان، تاون هوم و خونه. حالا ببینیم چند تا توی اسکورو هست. که ببینیم مارکت در چه حاله. 91 تو اسکروه. پس ببین اینونتوری کمه به خاطر اینکه دمند زیاده. پس بشتابید، به ما زنگ بزنید. بهترین تایمه، هنوز ریتا پایینه و به جایی که اجاره های سنگین بدین. اگر کردیتتون هم خوب نیست نگران نباشین، تماس بگیرین، ما کمکتون میکنیم که کردیتتون ریپیر بشه و یواش یواش برنامه ریزی کنیم که تو این چند ماهه یا 6 ماهه یا حتی برای 1 سال دیگه‌تون که آمادگی پیدا بکنید که خونه بخرید. چون که پولاتون هرچی اجاره بدین هر سالم اجاره ها بالا میره، شما لوز میکنید. اصلا برای چی باید خونه بخریم؟ اینو بارها گفتیم. حس مالکیت خیلی خوب هست. خودتون میتونین انتخاب کنین کجا میخواین زندگی کنین، بچه ها کجا دانشگاه برن، مدرسه برن. رنگ خونتون رو بخواین عوض کنین، دلتون میاد میتونین عوض کنین. کمتر مبلمان میخرین، به خاطر اینکه آدم آپارتمان با آپارتمان بالاخره محیطش فرق میکنه. این مبلمان برای اون منطقه، برای اون خونتون به درد نمیخوره. خیلی پول سیو میکنین در نهایت. به همین دلیل وقتی که آدم خونه خودشه لندلورد نداریم، لازم نیست با کسی حرف بزنیم، هی درخواسته های اونو عمل کنیم، انجام بدیم. خیلی محسنات داره که تکس ریپورت و تکستون رو میتونین اینکلود بکنین، برگرده تا حدودی براتون، تا حدودی برگرده و روش میره. چون آدم اجاره که میده، این اجاره دیگه ریخته شده در آشغالی، تموم شد و هیچی روش نمیاد. یه اتاق حتی اونا که سینگل هستن میتونن یه اتاقشون رو اجاره بدن، گاراژشون رو میتونن کانورت کنن به گست هاوس، اونو اجاره بدن. خیلی برای وقتی یه منزل از خودتون دارین خیلی میتونین روش درآمد داشته باشین، احساس راحتی بکنین، نگران نباشین که آره الان روش رنت بالا میره، چون هر سال بالا میره اجاره. حتی اگر روش لون بگیرین که معمولا 90% روش لون گرفته میشه، وقتی فیکس هست روش حتی اگه بالا بره همه چی، اون لون شما دست نخواهد خورد. خب حالا برای خانه های سینگل فامیلی 107 تا سینگل فامیلی هستش توی وودلند هیلز که این خونه‌ای که توی آکسنارد هستش 6 تا اتاق داره، 5 تا حمام داره. الان من به شما نشون میدم. اجازه بدید من دیتیلش رو اول بگم، بعد یواش یواش میام روی عکس‌ها براتون میزنم. دیتیل خونه رو اول بگم. این خونه 6 تا اتاق داره و حدوداً 4 تا هم حمام داره. بعد زمینش 28,000 اسکوئر فیته. به به، خودمون بخریم. زیربناش حدود 6 تاست، 5907. بعد این خونه عکساشو ببینید.
منطقه توی والنت ایکر. الان من عکس رو بهتون نشون میدم، بزرگش میکنم که عزیزان ببینن. اجازه بدین الان بزرگ میکنم. به چه قشنگ درایویش. چند تا ماشین اینجا جا میگیره. It's a beautiful house. حالا این عکسای بیرونه. این ورودیشه. باب طبع ایرانی. آره ماربل توش روشنه، تو ستوری 2 طبقه است. من یه کلاینت دارم میگه من فقط خونه 2 طبقه تو ستوری میخوام، چون که بهش میگم خیلی خونه‌های 1 طبقه هستن خیلی زیبان، خیلی چند سه تا از دست میدی. میگه نه من فقط 2 طبقه. گفتم چشم قربان. حالا خونه‌های 2 طبقه میبینیم از کلاینت های خیلی قدیمی، قبلا بهشون خونه فروختم، بعد حالا خودش ماشاءالله داره ازدواج میکنه میخواد خونه بکنه. الهی به امید خدا. به چه آشپزخونه ای، داینینگ تیبل، داینینگ رومش. این داینینگ رومش. بله. فامیلی روم. به ببینید آیلند کیچن. بیوتیفول. بله. عزیزان با ما تماس بگیرید، مطمئن باشید اون خونه‌ای که دلخواه شما هست ما براتون تهیه میکنیم. ما 2 نفریم، مثل تیم با شما کار میکنیم و نهایت تلاش رو میکنیم. باور کنید اون خونه‌ای که شما میخواین بخرید من خودم دوست نداشته باشم نمیتونم براتون بخرم. من همیشه وقتی با کلاینتام میرم خونه میبینیم خودم میذارم قشنگ نگاه میکنن و اینا، بعد خودم نظرمو بعدن میگم. خب چون که خیلی مهمه، اول هیچی نمیگم ولی بعضی شیدا جون چون شما خیلی تجربه داری، خیلی تجربه داری، منطقه رو خوب میشناسی، در ضمن انقدر تو خونه ها رو دیدیم و میدونی مثلا بعضیا میان تو خونه میگن این دیوار رو برمیداریم بزرگ میشه، ولی شما میدونی این دیوار رو اگه بردارن چقدر خرج میشه، آیا این کار اصلا درست انجام بدن، بله. آیا درست انجام ندن و چه نوع متریالی به کار ببرن. و من خیلی کمپانی‌ها آشنایی دارم میشناسم که میتونم معرفی کنم اگه میخوان خونه‌شون رو ریمادل کنن یا اگه بخوان حتی برای فروش وقتی میخواین بفروشین یه مقدار تغییر دکور 2 تا رنگ این ور اون ور زدن خیلی مهمه. ما یه خورده تو کار ریمادلینگ و دکورم تحصیلات داریم، میتونیم کمک کنیم و چه حتی ما کارتون رو بگیریم یا نگیریم میتونیم بیایم بهتون این عقیده رو بدیم. بیوتیفول. این عکس‌ها رو میشه نشون داد؟ اوکی. این اتاق خوابشه. ببخشید عزیزان من، ببخشید این تلفن من زنگ خورد، فکر کنم نمیدونم ممکنه بایر باشه. این حمامشه. این یه اتاق دیگهشه، اکسرسایز رومشه و این حیاتشه. چقدر حیات زیبایی، بسیار زیبا. شما اسمتون؟ بله؟ میخوایم لطف کنیم نیم ساعت دیگه زنگ بزنیم. ببینید این جیم رومشه که زیبا داره تو حیاتش. بسیار زیبا. این استخرشو بله بفرمایید. سلام. بزرگتر جان. شومینه بیرون، گزیبو برای تابستون و زمستونا، خیلی باحال. اینم عکس از بالا 500,000 دلار. بله کجا میخوای؟ ورودیه. بله از کجا تماس میگیرین؟ در ورودیش مال آکسنار. میخوایم بیارمتون رو خط؟ آره.
خب یه تلفن داریم که الان شیدا جون جواب دادن و خودشون سلام عرض میکنم که میخوام بیان رو خط. سلام عرض میکنم، بفرمایید عزیزم. شما خونه برای سن دیگو میخوام پیدا کنم، $500,000 دارید؟ سن دیگو بله. حتما براتون چک میکنیم. اسم شما؟ نیک. ماشاءالله نیک. به نظر من میاد که خیلی باهوش باشی، چون که به نظرم میاد تینیجر باشی. از تینیجر هم سنت کمتره ها، ولی خیلی این بچهای این دور زمانه ماشاءالله اینقدر باهوشن، خودشون میان نظر میدن. بعضی موقع هم دیلای ما رو به هم میزنن ها. یه خونه داریم تموم میکنیم عزیزم، گفتن به شما زنگ بزنم، بابا و مامان گفتن زنگ بزنی. الهی که من قربونت برم. چند سالته نیک؟ 14. ماشاءالله بیزینسمن خوبی هستی، بهت قول میدم. همیشه به مامان بابا بگو که تو رو دخالت بدن. معلومه مامان بابای خیلی خوبی داری که باهات مشورت میکنن و واقعا بهشون افتخار میکنم که مرسی. ماشاءالله چه قشنگ سوال میکنی عزیزم. کجای سن دیگو میخواین شما ها؟ مثلا تو استیون رنچ؟ شمارتون من مینویسم عزیزم، برات چک میکنم. اوکی فدات بشم نیک. ماشاءالله چه پسری، چقدر آقا. سلام بابا مامان برسون. مامان هستن اونجا؟ بله. میتونیم باشون صحبت بکنیم، بگیم که ماشاءالله تبریک میگیم، همچین پسر به این نازی تربیت کردین. سلام خانم شیدا. سلام. به به، شما خوبین؟ قربان شما، خسته نباشید. مرسی که زنگ زدید، لطف کردین. خواهش میکنم. ما شما رو برای اولین بار حقیقتا الان دیدیم. پسرم هم خیلی خوشحال شد شما رو دید، دوست داشت خودش شخصا با شما. ماشاءالله زنده باشه. انشالله بیام برای دامادیش بیام برنامه اجرا کنم، براش بخونم. خواهش میکنم. ایشالله که بشه یه خونه بخوایم خونه بگیریم، بشه به واسطه شما باشه که خیلی خوشحال. قربانتون برم، لطف کردین. سال جدید رو به شما تبریک میگم، بهترین آرزوها دارم. خیلی دلم میخواد نیک عزیزم رو ببینم از نزدیک. براتون بهترین آرزوها دارم. قربونتون برم. مرسی نیک عزیزم. خیلی خوشحال شدم. قربونتون برم. فداتون بشم. زنده باشید، پایدار باشید عزیزم. ای جانم، ببین آدم چقدر خوشحال میشه. آره اصرارم داشت من با شیدا خانم صحبت کنم. ماشاءالله چه پسر ناز خوب. کتا اینجا تلفنتو اعلام کن. تلفن من هست 818 312 86 96. تلفن شیدا جون 818 335 02 78. لطف کنین برای خریدن خونه، منزل، بیزنس با ما تماس بگیرین، یا اگر کسی میخواد بخره یا بفروشه اونم خوشحال میشیم ما این کارو براشون انجام بدیم. نه تنها ما 2 نفر با هم کار میکنیم و شیدا جون که ماشاءالله تجربه 20 سال به بالا دارن، ولی در کمپانی کار میکنیم که تجربه رو هم رفته رو بخواین حساب کنین 200 سال رو هم تجربه دارن. واقعا اینقدر. و همه برای شما کار میکنیم. یعنی اگر واقعا یه منزلی یا یه بیزینسی، کامرشال بیلدینگی چیزی احتیاج هست و میخواین در مد نظرتونه خریداری کنین یا بفروشین، نه تنها ما برای شما کار میکنیم بلکه تمام آفیس برای شما کار میکنن و تجربه رو براتون میریزیم روی بیزینستون. دقیقا. ما 5 تا منیجر داریم. البته ما کمپانیمون توی اکثر شهرها هستش و خود آفیس ما 5 تا منیجر داریم. بله. و غیر از اون ترانزکشن کوردینیتور من دارم و کاترین عزیز. باور کنید تا وقتی یه خونه حتی اجاره میدیم، اجاره که الان خیلی سخت شده از نظر پیپر ورک، واقعا اینقدر پیپر ورک داره، تا این منیجران با وجودی که ما خودمون میدونیم واردیم، ولی تا اینا چک نکنن، کوچکترین اشتباه باشه چک ما نمیاد، یعنی به ما چک نمیدن. خب بله، خیالتون راحت باشه از نظر مسائل قانونی پروتکت هستیم. تماس بگیرید.
خونه هایی رو که میخواهید، حتی اگه نمیخواین بخرید ما اطلاعات در اختیار شما عزیزان میذاریم. و یا در مورد شاپینگ سنتر، اینکام پراپرتی، مالتی یونیت، اینا خیلی بیلدینگ هایی که مثلا تا 4 یونیت همون میتونید راحت بهتون لون میدن و لون میدن، ولی خب خودتون بعد تو یه دونش زندگی کنین که خیلی هم بهتره. میتونن هم زندگی نکنن. برای کسایی که فرست تایم بایرن، خونه ندارن، اونا اگه میخوان زندگی کنن، اگر که نه میتونن همه چون اکثرا اینا من راجع به FHA لون و اینا میگفتم، چون وقتی لون میدن باید یکی توش زندگی بکنه، یه اونر باید توش زندگی بکنه و ستای دیگر رو میتونه اجاره بده برای FHA لون. درسته. بریم یه آهنگ بشنویم، یه آهنگ گوش کنیم. خب بعد برنامه ما امروز کنیم. تموم شد. آره ماشاءالله. خب 2 تا لیستینگ داشتیم می‌خواستیم اونو با ما تماس بگیرین در مورد لیستینگامون، ما براتون ایمیل میکنیم عزیزان من. خیلی خوشحال شدم دیدمتون باز از راه دور، ولی همیشه توی قلب ما هستید. من از شما خداحافظی میکنم. منم خداحافظی میکنم. روز و شبتون بخیر و به پدرم سلام میکنم. اگه اتاق خونمون دل به غبار غم ها بست، اگه چراغ کوچمون به دست بچه‌ای شکست، آخه گناه من چی بود؟ دوست دارم همینو بس. اگه حسودای محل تموم عهدا رو شکست، اگه جوون مردی نبود ما رو بده دست توی دست، اگه لبام از اسم تو خسته نشد لب نمیبست، آخه گناه من چی بود؟ دوست دارم همینو بس. آسمون آبی شده بود، تو هم کنار من بشین، بگو گناه من چی بود؟ همیشه اینجوری میشه، از اول قصه عشق آخر قصه معلومه، یکی بود و یکی نبود. بازم میگم آخه گناه من چی بود؟ دوست دارم همینو بس.
با سلام، من شیدا ناصرزاده، مشاور املاک در کمپانی پینکل استیت پراپرتیز در امور خرید و فروش منزل در آمریکا در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. برای خرید و یا فروش منزل خود با من شیدا ناصرزاده با شماره تلفن 818 335 0278 تماس حاصل فرمایید.